آیا امسال بارسلونا قهرمان اروپا میشه؟ این شباهت عجیب سال 2010 شاید جواب این سوال رو بده. سال 2010 اسپانیا با تعداد زیادی از بازیکنان بارسلونا قهرمان جهان شد. بارسلونا اون زمان یکی از ترسناکترین خط هافبک‌های اروپا رو داشت و از دل لاماسیا یک استعداد ناب به فوتبال اروپا معرفی شده بود و همون سال مورینیو به رئال مادرید رفت. بارسا تو فصل 2010-2011 جواب این اتفاق را با جام داد، قهرمانی لالیگا و چمپیونز لیگ. حالا بریم سال 2026. اسپانیا با تعداد پررنگی از بازیکنان بارسلونا قهرمان جهان شد. بارسلونا با اومدن رودری یکی از ترسناکترین خط هافبک ها را داره و در دل لاماسیا هم یک استعداد ناب پیدا شده و از اون طرف مورینیو برگشته به رئال. همون تیم ملی، همون بارسا و همون رقیب روی نیمکت رئال. به نظرت بارسا میتونه طلسم 11 ساله خودش رو بشکنه؟